در دو دنیا سربلندم از دعایت ای پدر. من کتابی نابیپندم از دعایت ای پدر. السلام علیکم بیننده عزیز. من امروز ما آمدیم و سراغ نوبتی بدرس نوبتی برای تبریک کردن پدر و مادر مهربان آنا جان بابا جان عزیز. امروز ما در خانواده یکی از آن کهنسالان دهه عزیزمان به خانواده سفربایمک مهمان میشویم. البته بابا جان عزیز را در روز خورسندی در زاد روزشان تبریک میگوییم و البته در روز خورسندی مادر مهربان را شاد میگوییم. سنابر خاله را در این روز خورسندی شاد میکنیم. با ما باشید با شبکه شهرمان رفتیم. السلام علیکم مادران عزیز. السلام علیکم صاحب جشن ها. من امروز ما آمدیم به خانواده سفربایمک و خانواده سفربای بابا برای تبریک کردن بابا جان عزیز نیز برای تبریک کردن خاله جان مهربان سنابر خاله. السلام علیکم. امروز در خاندانتان مهمان هستیم. میخواهیم هر دوی شما را تبریک بگیم. من بابا جان عزیز ما میآیند. حضور میخواهیم ناراحت کرده تکلیف کرده ایستادیم. مرحبا. السلام علیکم. السلام علیکم سفربای بابا. امروز نامپرسی شما داریم شما تبریک کنید یعنی خاله جان نزدیکتر استیم کنی. مرحبا. السلام علیکم. نه شما نظمی زادروز مبارک باشد. امروز فهمیدیم که جشن زادروزتان بوده است. فرزند و نبیره ها گفتند که بابا جان ما پدر عزیز ما شاهستان طلایی خاندان ما دعاگویی که هستند برای ما آن هر یک دعاهایشان مستجاب است. امروز زادروز دارند. رحمت برای هستیشان، رحمت برای بودنشان. هر پگاه خسته از خداوند ما دعا میکنیم که الامخیل پدر الامخیل مادری دعاگوی داریم. ما در کدام طرف دنیا باشیم هم برای ما دعا میکنند. ما شمایان را تبریک کنی آمدیم از نام تمام پسرها، از نام کلید پاشاها، نبیره دامادها شما را تبریک کنی آمدیم. شخصا از نام خانواده سرحدکه زلفیاویتی، از نام شادروز جان که در خارجه بودین چندین مراتب همراه شادروز جان هم صحبت شدیم. گفتن که حسین جان یک تا بابا جان و آنا جان من خوش کرد تبریک کنید. همه آنا جان و بابا جان هم پنسیت جمع کردن گیرن و یک تا کلمینی نغز تیار کنن بیان اگر یک تا توی کلام اهمی همین بابا جان هم گفتن. امروز شما را تبریک میگوییم. بگذار برای انسانیت پیش از همه سلامتی بوده است. برای شما عمری دراز، صحت، سلامتی همیشه بهاری را آرزو میکنیم. عمری دراز و خوش مضمون را، دولت پیری را همجای همراهی خاله جان عزیز را دیدن را نصیب کند. امروز روز خورسندی مولود خجسته‌تان مبارک باشد. منش از نام فرزندان یک شعر ما هست برای شما خواندیم. امروز فرزندان مهربان، فرزندان عزیز گفتند که برای افسانه ما، برای قهرمانی که از دم خوردی تا حال برای ما خدمت میکنند، برای پدرم یک شعر زیبا را خوانید. صد بوسه زنم خاک قدم‌های پدر را، بر دیده کنم منزل و مأوای پدر را. صد رنج کشید روزی تمام از پی نان، وای صدقه شوم همت والای پدر را. یک روز نگفت خسته و افسرده شدم من، وای صدقه شوم همت والای پدر را. چون کعبه طوافش بکنم در همه هستی، پره نکنم خدمت و رنجهای پدر را. پدر مهربان ما، بابا جان عزیز ما برای ما از همه انسانی نزدیکترین هستند. رحمت برایشان. آنها کتابی پند و اندرس‌های ما هستند، کتابی زندگی ما هستند که آنها سردفتر زندگی ما هستند. از آنها ما عبرت گرفته به چنین درجه ها رسیدیم. رحمت برایشان. برای آنا جان و بابا جان هم یک کتابی از همه قیمت بهای روی دنیا را آماده کنید که آنها را ما رایم اگر یک تا حج زیارتی کعبه تلاوا برای ما، یک تا حج آشی از ما قرض. همین کتابی زیبا را برای شما آماده کردن. یک تا قرصک بزنیم برای بابا جانشان. میسپارم مبارک باشد. مبارک باشد. امروز روز خورسندی را مبارک باد میگیم. مبارک باشد. امروز سنابر خاله از پیغمبرم پرسیدم که 3 مراتب مادرم گفتن بعد پدرم گفتن. امروز نیز شما را تبریک میکنیم. همین روزهای نزدیکی بعد فهمیدیم که زادروزی شما بوده است. میخواستیم که همراهی بابا جان عزیز حیات پرمضمون را به سر برید.
sog' و salomat در سر همین فرزند و خانواده دعاگوی شده گردید. حاضر تا آمدن همین شبکه‌های اینترنت بسیار هم ترقی یافته است. یک شعر به یادم آمد، گفتم که الهمون رو یافتم، میخواهم برای شما قرائت کنم. قصری زرین بیزنی خوب کلبه‌ای ویرانه است، در بیابان بهر مرد آغوش زن کاشانه است. زن ببخشد مرد را شیرینی ها ای زندگی، هر دمی که هر مردی که قدر زن نداند از خیرت بیگانه است. امروز مادر مهربان هستند که این باباجان عزیز ما الان خیلی جوان و برنادیر شده، با قوت شده گشتند. امروز روزتان مبارک باشد، بیرامتان مبارک باشد. شما را صمیمانه تبریک میگیم از نام فرزندانی در راهی دور بودگی ها، از نام نزدیکان تبریک میگیم. حاضر سنوبر خاله پیش از همه مهمانان امروز انمیم شانستونی تیلایی بابا جان را یک تا تبریک کنیم. مرحبا. السلام علیکم. السلام علیکم. من که اومده رحمت هم یکاتون بر همسایه و خشیتا و رو خدا هم یکاتون بر رحمت دیواره ایواره هم باید رحمت. من اگه خلا کدیم کجانی کدی دیونا بابایی کدی رحمت هم موشم بر سال بدویم روزای امون هم شد باید رحمت سلامت باشم. الها هم جایه پیر شوید. در حقیقت امروز شمایان برای خاندان دور و گوهر بی‌بها هستید. پدر مادر در سر زنده باشند اگر هر یک فرزند از همه انسان‌های بایی به حساب می‌رفتند. من امروز شمایان هستید که برای فرزندان از همه نعمتی قیمت بهاترین. امروز از دانکش هم مغز شیرین می‌بینند، نبیره‌های شیرین هستند، آنها می‌خواهند شما را تبریک گویند. مرحبا. السلام علیکم مهمانان گرامی قدر، لطف فرماید من از نام خودم از نام اهل عالم بابا جانکم من تبریک میکنم. آنه جانکم که بابا جانم بختمون با سو باشه. السلام علیکم مهمانان گرامی قدر، لطف فرماید من از این وقت استفاده بردم اولا از نام خودم و از نام نبیره ها را بابا جانم و آنه جانم را تبریک میکنم. امروز تولد بابا جانم 80 سالگیشان را. بابا جان عمری دراز رزق فراز میطلبم، همه وقت آنه جانم کتی خوش پیر شویتان. رحمت سلامت باشم. امروز مهمانان عزیز یک انعنه زیباست که در کمپانی ما است. چندین در نوارها دیدید که در روز خرسندی همچه سورپریز ما یک نوازنده را همراهی خود می‌بیاریم. امروز گفتن که برای باباجان دعاگوی ما از بخارا زمین میرزا جان آمدند با نوازنده خود با سرودهای زنده برای امروز پدر مادر می‌سرایند. مرحبا. مرحبا. İzlerimle boylab yurgan qadam bor, baxtim ko'rolmagan qancha odam bor. Otasini davrida boy deganlar, men otamdan boyman chunki otam bor. İzlerimle boylab yurgan qadam bor, baxtim ko'rolmagan qancha odam bor. Otasini davrida boy deganlar, men otamdan boyman chunki otam bor. Yug'iladi yurakdagi armonlar, nafasidan nur puradi rayhonlar. G'iybat qilsa qilaversin odamlar, men otamdan boyman chunki otam bor. O'g'lim bor deb ko'ksin kirib yursinlar, mehnatlarim rohatini ko'rsinlar. Onam bilan birga davron sursinlar. Men otamdan boyman chunki otam bor. O'g'lim bor deb ko'ksin kerib yursinlar, onam bilan birga davron sursinlar. Mehnatlaring rohatini ko'rsinlar.
زادروز مبارک. امروز روز خورسندی را مبارکباد می‌گوییم. این بودن یک تحفه ارزنده از نام نزدیکان. حاضر می‌بینیم که در اینجا ملا بابای ما، بابا جانی عزیز، از نام خداها یک جامعه زیبا را برای بابا جانشان تیار کردن، برای خدا بابا تیار کردن. یک تا قرصک میزنیم و اسفارا مبارک باشد. مبارک باشد. امروز روز خورسندی مبارک باشد. اکنون سفربار بابا در اینجا همسایه نزدیک استاد عزیزی ما هستند. حضرت علامت یک شروع تبریک میکنه از نام همسایه ها. حاضر در بیرون بودیم که گردی گذر همسایه ها گفتن که از نام ما تبریک گوید که منم وکیلشون همینجا بودن تبریک میکنن. مرحبا. السلام علیکم همسایه ها، دوستا، جیان و خشتوار ها، کیلون ها. امروز سفر بکنم 80 سالگیشان. البته هر انسان خدا دادگیش میبیند که ایران از صد گذارن عمری دراز بینید، رنگی بینید، خوشم پیر شید همراه حقیقت زندگی شیرین حضور نوره چوره بینید. گفته است که من یک تا شعرم است همونو میخونم. دائما شکر خدا کن تو اگر داری پدر، زیر پایش سجده ها کن تو اگر داری پدر. بهره گیر از هر سخنهای فرح انگیز او، خاک پایش توتیا کن تو اگر داری پدر. برایم هم وقت صاف باشید، زنده باشید. رحمت سلامت باشن. اکنون میبینیم که در اینجا شیرینی را تیار کردن. راستش میگیم که خاله جان سلامت خاله، وقتی که آن وقتایی که شما یاد جوان بوده تادبوری نبود. امروز ما ارمان‌هایم میشکنیم. فقط دویما و اینجا ما تارتار تیار کردیم. میبریم و فقط دویما تناول میکنیم. نه بیره ها و فرزندها خودشان تناول کنن. فقط دویما از آن شیرینی تناول میکنیم. کنی گیران اید کنی تارتا؟ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. مبارک باشد. زادروز را مبارک باد میگیم. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
مهمانان عزیز چخلی که در بالا گفتیم امروز هم زادروزی پدر هم برای تبریک کردن مادر آمدیم. امروز حاضر میرزا جا گفتن که برای مادر اخت شعری زیاد یک سرود بهترین را بایلش میخوانیم. گفتن از مهمانان حضور پرسیده اجازه پرسیده برای مادری مهربان یک سرود بهترین را میسرایند. مرحمت. Mening aziz umidvorim, ko'zimning nuri onamdur. Suyanganim dil xumorim, ko'zimning nuri onamdur. Mening aziz umidvorim, ko'zimning nuri onamdur. Suyanganim dil xumorim, ko'zimning nuri onamdur. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdur. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdur. Yonginamdan hech jilmagan, alalar tinim bilmagan, hech kimlardan kam qilmagan, ko'zimning nuri onamdur. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Bunga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdur. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdur. Qalbimda tilagi bidor, onajonim rahmat ming bor. Yuzlari nurlik onam bor, ko'zimning nuri onamdur. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdur. Baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdur. ای رحمت. اکنون بابا جون عزیز سفربای بابا از صحنه دور نرفته. هر دو یاتان زیبی صحنه شده، زیبی دوران شده. خوشرکم برقصیم. امروزه خورسندی را زادروزی شما دوام میدیم. بعد از آن با ما جواب حاضی اکتر سرودی رقصی تیار کرده ایم. همراه امروزه مهمان خوشرک را برقصیم و بعد امروزه را دوام میدیم. مرحبا.
Salamat po salamat. Doğru porusu da gibi. Hareket. O sizi bir şahsata daha mı hasmi? O halde namı. Rahmat. Peş burdum amca. من بیننده های عزیز این بودن یک لحظه خرسندی یک لحظه تاریخی خانواده که پیشکش شما کردیم در این روزهای خرسندی تاریخی هر یک خاندان ما مهمان شویم آن روزهای تاریخی را روی زرورقان تاریخ مهر سازیم و یک جهان آن تاریخ را پیشکش شما کنیم با ما باشید برای شما رحمت میگوییم که آن لحظه های ما را همیشه با ما شده لایک میگذارید و با ما کامنتاری میکنید و همیشه با ما هستید با ما باشید با شبکه شهناز زلفت خم خم زدای قاشات قلم زدای قاشات قلم زدای آچیق خشرو شده روی دلم غم زدای روی دلم غم زدای زلفت خم خم زدای قاشات قلم زدای قاشات قلم زدای عاشق خشرو شدی روی دلم غم زدای روی دلم غم زدای قاشات قلم زدای زلفت خم خم زدای قاشات قلم
Haşata